امروز پرزیدنت جمهوری ترکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان کادرهایی را که با وظیفه‌های معاون و سودیه‌های سود کنستیتوسیونی، سود عالی و سود عالی اقتصادی جمهوری ترکستان پیشنهاد گردیدند برای صحبت به حضور پذیرفتند. مطابق بند 8 ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان، پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری ترکستان برای بازخوانده نمودن از وظیفه معاون رئیس سود کنستیتوسیونی کریمزاده کریم مزیا و از وظیفه سودیه سود عالی جمهوری ترکستان خوشمحمدزاده الفمو جورازاده نصیبه یورمت پولادی موجوده کامل با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن و حبزاده شهلا حاتم اویمامدزاده محمد جان از وظیفه سودیه های سود عالی، رجبزاده پروینه شریف از وظیفه سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری ترکستان با سبب به آخر رسیدن مهلت وکالت در وظیفه سودیه بودن، عبدالرحیمزاده دیلارام رستم از وظیفه سودیه سود کنستیتوسیونی، رحمانزاده سیدعلی سبزعلی از وظیفه معاون رئیس سود عالی جمهوری ترکستان، رئیس کلیگه حربی، رحیمزاده خسرو عبدالرحمن، نعیمزاده بختیار رحمانعلی از وظیفه سودیه های سود عالی اقتصادی با سبب به کار دیگر گذاشتن. همزمان پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری ترکستان درباره انتخاب نمودن عبدالرحیمزاده دیلارام رستم معاون رئیس سود کنستیتوسیونی و صاحبزاده محمد جان محمدعلی سودیه سود کنستیتوسیونی، رجبزاده حاتم نظر معاون رئیس سود عالی جمهوری ترکستان، رئیس کلیگه حربی، میرزازاده مولودخان زینی، باروزاده حسین نجات، عزیزی جلالالدین عزیزخوجا، میرزازاده منوچهر حسن، رحیمزاده خسرو عبدالرحمن به وظیفه سودیه سود عالی جمهوری ترکستان، رحمانزاده سیدعلی سبزعلی به وظیفه معاون یکم رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری ترکستان، رجبزاده پروینه شریف سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری ترکستان به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری ترکستان ارسال گردیدند.